سلام دوست خوبم، میخوایم با همدیگه یه کوکی نیمه رژیمی درست کنیم. پس با ما همراه باشین. یه دونه تخم مرغ به ظرفمون اضافه میکنیم. به اندازه نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم به تخم مرغمون. اول کاری بهتره که تخم مرغ رو با وانیل با همدیگه هم بزنیم تا وانیل اون بوی بد تخم مرغ رو از بین ببره. دو سه دقیقه که از هم زدن تخم مرغمون گذشت، عسل و شکر رو اضافه میکنیم. من از عسل مومدار استفاده کردم، شما میتونید از عسل معمولی هم استفاده کنید. عسل و شکر رو که اضافه کردیم، بعدش روغن هم به موادمون اضافه میکنیم. حالا کمی هم میزنیم تا موادمون با همدیگه ترکیب بشن. موادمون که هم زدیم، آرد رو توی 2-3 مرحله به موادمون کم کم اضافه میکنیم. هنوز مواد سفت نشده. برای اینکه بیکینگ پودر به خوبی مخلوط بشه، یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر هم به موادمون اضافه میکنیم. حالا به خوبی هم میزنیم تا آرد توی کل موادمون پخش بشه و دیگه سفیدی آرد رو نبینیم. ادامه آردی که برامون مونده بود رو هم به مواد اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. ادامه آردی که برامون مونده رو به موادمون اضافه میکنیم. چون از عسل مومدار استفاده کردم، امکانش از مواد به دستم بچسبه، پس من از دستکش استفاده میکنم. این مرحله اختیاری، شما میتونین پودر کاکائو به موادتون اضافه کنین یا موادتون ساده باشه. حالا با دست شروع میکنیم به ورز دادن خمیر. انقدر هم میزنیم تا دیگه موادمون یک دست بشه. روی کار رو با یه نایلون میبندیم و اونو برای 1 ساعت توی یخچال قرار میدیم. بعد از اینکه از یخچال در آوردین، یکم خمیر رو ورز میدین و به اندازه دلخواهتون جدا میکنین و به هر شکلی که میخواین میتونین در بیارین. شما میتونین برای تزیین کار یا طعم بهتر از کنجد، کشمش، شکلات، ترافل و هر چیزی که دوست دارین برای این کار استفاده کنین. اینم از وضعیت دستای خانم خونه. تمام. سینی رو داخل توستر یا فر قرار میدیم تا بره بپزه. الان کلی کوکی خوشمزه داریم که میتونین با چای بخورین یا از مهمونه قشنگتون با این کوکی ها پذیرایی کنین.